ارواحی که الان دارن به زمین میان ارواحی هستن با بعد بالاتر، بعد پنجم. بله درسته. بله. با هوش‌تر از روح‌های قدیمی‌تر هستن. نه هوش، نه فقط هوش، متعالی‌تره. و این چه کار میکنه به زمین؟ چه حسنی برای زمین داره؟ اومدن برای پاکسازی و کمک به شیلد زمین به بعد بالاتر. پس زمین رو میخوان شیفت بدن به بعد بالاتر. بله باید به بعد بالاتر بره. در مسیر تکامل قرار داره زمین. همه کل زمین میخوان برن مدارهای بالاتر. بله. اونایی که آگاهی پیدا میکنن خیلی راحت باشن مسیر میشن میرن. اونایی که آگاهی پیدا نمیکنن با سختی و فشار این مسیر رو میرن بالا. سعی کنید باهاش مسیر بشید. یکی از راهاش اینه که کودکانی که تازه به دنیا میان، بچه‌ها الان معلم شما هستن. فکر نکنید که شما معلم اونها هستید. معلم اصلی اونها هستن. سعی کنید از رفتاراشون درس بگیرید، از چیزهایی که میگن درس بگیرید. گاهی اوقات یه چیزی بهتون میگن که شما تو شک و تعجب میمونید که این بچه این از کجا داره این چه حرفی بود بزرگتر از دهنش حرف نمیزنه. اون به اندازه روحش، تعالی روحش داره حرف میزنه. شما انقدر کوچیکید که اونو بزرگتر از دهنش تصور میکنه. پس اینها روحای واقعا بعد بالاتر. شما باید از همه انسان‌هایی که الان روی زمین هستن باید از بچه‌هایی که متولد شدن درس بگیرن. اونا معلمین شما هستن. شما نباید خودتون رو بیشتر از یه پورتال ورودی در نظر بگیرید. شما پورتال ورودی هستید که اون روح متعالی انتخاب کرده از این پورتال وارد زمین بشه. پس ما دروازه‌های ورود فرزندان شما فقط دروازه‌های ورود فرزندان هست. میتونن فرزندان ما داناتر و حالا بعد بالاتر از ما باشن. حتما همینطور.